سلام وقت مرده باشه. برای نوروز چه توری پیشنهاد میدی؟ تور دبی. تور استانبول. دبی تو نوروز آب و هوای بهتری داره. استانبول تو نوروز هیجانش بیشتر. دبی خریدای لوکس‌تری داره. استانبول که خریدش متنوع‌تر و ارزون‌تره. دبی مدرن تره. استانبول تاریخی تره. عزیزم دبی در طول روز 10 تا دونه پرواز داره. وای خدا قربونت برم، استانبول که 3 برابر پرواز داره. دبی امنیت بیشتری داره. در عوض استانبول کلی غذای متنوع و خوشمزه داره. دبی دریا و کبیر جفتشو میتونی با هم داشته باشی. عوضش تو استانبول میتونی کلی کنسرت بری. عزیز دلم دبی ویزاش یه روزه در میاد. استانبول که اصلا ویزا نمیخواد. دیدی پا شد رفت. همه شخصه تو بود. نه عزیزم اومد به من سلام کرد. اول اومد به من نگاه کرد. از من میخواست چون بخوره.